متاسفانه که امروز معیار دامادداری پول شده. یک عده اسیر پولن، بنده پول هستن. برای پول نه ترحم به دختر خود میکنن، نه ترحم به پسر خود میکنن. هزارها قضیه اتفاق افتاده که به خاطر پول دختر را به کسی دادن که 1% دختر رضایت نداره. ای کسانی که ایمان آوردید، برای شما حلال نیست که به اکراه و اجبار زنان را به ارث ببرید یا بدون مهریه، بدون رضایتش زنان را به ازدواج خود در بیاورید. برای شما حلال نیست. این یک جنایت بزرگ است و این ظلم بزرگ است. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعترته ومن والاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در همین چند روز در صفحات یک ویدیو دست به دست شده. عزیزان زیادی در واتساپ پرسیدم که آیا نکاح یک دختر جوان با یک مرد که مسن هست، پیر هست یا تفاوت سنیشان 20 سال و 30 سال هست درست هست یا نیست؟ زیاد سوال کردند. خواستم که در یک ویدیوی کوتاه جواب سوالات برادران را بدهم. این قضیه که آیا ازدواج یک دختر جوان با یک مردی که تفاوت سنیشان 30 سال و 40 سال هست درست هست یا نیست، از دو دیدگاه باید جواب داده شود. یکی که آیا این نکاح به رضایت صورت گرفته یا به اجبار و اکراه. اگر یک دختر بدون رضایت، بدون خواست دختر، بدون خوشی دختر، پدر و مادرش او را به اجبار و اکراه، چی به جوان هست چی به پیرمرد است، او را به ازدواج در می آورند، این یک جنایت بزرگ است و این ظلم بزرگ است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در رقم 1419 حدیث امام مسلم است، می فرماید لا تنکح الاییم حتی تستأمر. زنانی که یک مرتبه ازدواج کردن، شوهرشان مرده یا طلاق شدن، میخوان بار دیگه ازدواج بکنن، یعنی زن بیوه، به نکاح داده نمی شود زن بیوه را. زنی که قبلا نمی شوهر کرده بوده یا به طلاق یا شوهرش وفات کرده میخواد ازدواج دوم بکنه، تا زمانی که مشوره از پیشش گرفته نشه کس اجازه نداره او زن بیوه به ازدواج کسی در بیاوره. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم میگه ولا تنکح البکر حتی تستأذن. دختر جوانی که تو هنوز شوهر ندیده و شوهر نکرده، بدون اذن و اجازه شو را به نکاح داده نمیشه، رضایتش در نظر گرفته شود. هم زنها حق دارن هم مردها حق دارن. همین قسم هیچ پدر و مادر حق نداره بدون اجازه پسرش دختر را به او بگیره که او نمیپسنده، یا بدون اجازه دخترش به کسی بدهد که نمیخواد به او ازدواج بکنه. این ازدواج دخترش است، ازدواج پسرش است، نه ازدواج خودش. خیلی ها در بین خود رسم دارن، میگه باید دختر ما با خویش ما ازدواج بکنه، با پسر کاکایش، با پسر خالش، با پسر عمیش. کجای دین گفته که حتما باید دختر با پسر خاله و پسر کاکا و پسر عمی خود ازدواج بکنه؟ اگر یک کفش پیدا میشه که در سطح خودش است و پسر مسلمان است، دیندار است، با اخلاق است، پشت دختر خواستگاری میایه، رسول صلی الله علیه و سلم میگه اگر پشت دختر شما خواستگاری میایه کسی که اخلاق و دین داره فزوجوه، دخترتون شما به ازدواج در بیاورید. متاسفانه که امروز معیار دامادداری پول شده. یک عده اسیر پولن، بنده پول هستن. برای پول نه ترحم به دختر خود میکنن، نه ترحم به پسر خود میکنن. هزارها قضیه اتفاق افتاده که به خاطر پول دختر را به کسی دادن که 1% دختر رضایت نداره. این دختر با مرگ تدریجی از دنیا میره، هر روز میمیره، چون کسی دختر به کسی بدهی که او 1% راضی نباشه. این معامله یک روز نیست، معامله 2 روز نیست، معامله کل عمر است. یک ظلم بسیار بزرگ است. زن به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میایه، خنسا بنت خذام است اسمش است. به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میایه، میگه یا رسول الله، حدیث 5138 در بخاری است، پدرم مرا به ازدواج داده به کسی که من رضایت ندارم، من از او خوشم نمیاد که با او ازدواج بکنم. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم وقت سخن دختر را میشنوه که بدون رضایت دختر را به ازدواج داده شده، فرد نکاحه، همین نکاح را رسول صلی الله علیه و سلم فسخ میکنه. الله رب العزت والجلال در سوره نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. ای مؤمنان حلال نیست برای شما، ای کسانی که ایمان آوردید، برای شما حلال نیست که به اکراه و اجبار زنان را به ارث ببرید یا بدون مهریه، بدون رضایتش زنان را به ازدواج خود در بیاورید. برای شما حلال نیست. متاسفانه الله به ما رحم بکنه. کی ظلم فعلا در این کشور جریان داره. دختر 15 ساله را با مرد 70 ساله که هیچ رضایت نداره
این به ازدواج در میارن به خاطر پولش. خب این پدر مهربانی و شفقتش کجاست؟ این مادر مهربانی و شفقتش کجاست؟ او برادری که در او خانه است مهربانی و شفقتش کجاست؟ بله، اگر یک دختر میخواهد با مرد ازدواج کند که تفاوت سنیش 30 سال 40 سال از این دختر بالاتر سن داره، ولی خود دختر رضایت داره، میگه من با همین مرد ازدواج میکنم، 30 سال از من بزرگ است، من با همراه از ازدواج میکنم، 40 سال از من بزرگ است، من خیر خود با ازدواج به همین دیدیم، با همراه از من ازدواج میکنم. هیچ کسی حق دخالت را نداره اگر رضایت خودش است. چون اگر ما دخالت بکنیم خب باز هم سلب آزادی کردیم از این خواهر مسلمان. ولی اگر او دختر نمیخواد ازدواج بکنه ولو این جوان هم سن سالش است، یه دختر 20 ساله با پسر 20 ساله میگه نمیخوایم با همراهش ازدواج بکنم چون از پیش خوشم نمیاد، هیچ کس حق نداره این دختر را به اجبار و اکراه به ازدواج این جوان 20 ساله در بیاره در حالی که خود دختر راضی نیست. ما از الله بترسیم. روز قیامت در رابطه به فرزندان ما الله سوال میکنه، در رابطه به دختر و پسر ما از ما سوال میشه که ما در قبال از اینا چی مسئولیت انجام دادیم. درست ما حق پدری داریم، درست که یک مادر دعوا بکنه که ما حق مادری داریم، ولی الله جل مجدو اجازه نداده که به سر دخترت به سر پسرت ظلم بکنی. ظلم از هر کسی که صادر شود ناپسند است. الظلم ظلمات یوم القیامه، این خود تاریکی هاست در روز قیامت. متاسفانه که این ظلم در این کشور جریان داره. صدها دختر را به ازدواج در آوردن که قضیهش پیش خود ما آمده، کو رضایت نداره، با گریه سالها را سپری کرده. و یک اصطلاح داریم بسوز و بساز. ما غیرت داریم. از کدام غیرت ما حرف میزنیم؟ خیلی ها دخترها را به سن 40 و 50 رساندن به شوهر ندادن که ما غیرت داریم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، شما زندگی صحابه را مطالعه بکنید. وقتی رسول صلی الله علیه و سلم سیدتنا فاطمه رضی الله تعالی عنها را به ازدواج در می آورد، از پیشش سوال کرد که با علی ازدواج میکنی؟ خب پس ما چی بالایی داریم؟ چرا به ما غرور ما اجازه نمیدهد که ما از دختر خود بپرسیم؟ دختری که سالها در خانه ما خدمت ما را کرده، لباس ما را شسته، با ما غذا درست کرده، چرا غرور ما اجازه نمیده که ما از دختر خود بپرسیم که فلانی خواستگار آمده، دخترم تو راضی هستی؟ دخترم تو حق داری بر بالای من، همان قسمی که من حق دارم. راضی هستی با همین پسر ازدواج کنی؟ راضی هستی با همین مرد ازدواج بکنی؟ به خاطر خدا بس کنیم، ظلم به سر فرزندان خود نکنیم. گفتم امروز ظلم در این کشور جریان داره در بسیار خانه ها که یک حیوان در حق حیوان نمی کنه. پس دو دیدگاه که این پرسش برش جواب داده شد، یکی که آیا این دختر راضی هست یا نیست با همین مرد که ازدواج میکنه، تفاوت سنی داره. اگر راضی است هیچ کسی مشکل نداره، نه دید با این مشکل داره، نه جامعه با این مشکل داره، نه قانون با این مشکل داره، با رضایت خودشان با هم ازدواج میکنه، هر دو راضی هستن. ولی اگر راضی نیست، چه از خودش بزرگتر باشه چه از خودش کوچکتر باشه، چه هم سن و سال باشن، اگر رضایت نداشته باشه، به اکراه به اجبار یک دختر را به شوهر دادن یا به پسر زن گرفتن به اجبار و اکراه و به او گفتن که من تو را نمیبخشم، مادر میگه من شیر من نمیبخشم، او را مجبور میکنن، سر از او فشار میارن، او را در تنگنا قرار میدن، او با دل ناخوش قبول میکنن. این یک ظلم بزرگ است و این جنایت کلان است. الله رب العزت و الجلال آنچه که ما گفتیم به ما شما توفیق عملش نصیب بگردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.